ба иттилои расмӣ дар 7 моҳи гузашта дар Тоҷикистон 86 кас аз коронавируси нав ҷон бохтанд. Баъзе аз сокинону мутахассисон омори воқееро бештар аз ин медонанд. Радиои Озодӣ рӯйхати онҳоеро тартиб дод, ки бино ба тасдиқи пайвандону дӯстонашон ва навиштаи расонаҳо аз бемории COVID-19 ву илтиҳоби шуш фавтиданд. Зарурати таҳияи ин рӯйхат дар он аст, ки ҳукумати Тоҷикистон то моҳи апрели соли ҷорӣ вуҷуди ин беморӣ дар кишварро эътироф намекард. То ҳанӯз ҳам миқёси беморӣ ва талафот аз он рӯшан нест. ҳамкорам Каюмарси Ато рӯйхати радиои Озодӣ ҳузур дошт дар таҳияш ва ҳоло аз ӯ мепурсем, ки чӣ гуна онро ҷамъ оварданд. تشکر شهلا. تا این دم ما نامی بیش از 220 کس را جمع آوردیم. خبرنگاران ما با خویشاوندان اکثر قربانیان در تماس بودند. به خبری رسانه های دیگر نیز در این باره ما تکیه کردیم. با این حال باید گویم که فهرست پره نیست، چون از یک طرف نمایندگان وزارت تندرستی نام و نسب فوتیده ها را آشکار نمیکنند، از طرف دیگر خود نزدیکان بعضی از فوتیده ها نیز نمیخواهند که در این باره آشکارا گپ زنند. با این حال در شبکه‌های اجتماعی و رسانه های دیگر تقریبا هر روز درباره فوت این یا آن نفر بر اثر کرونا یا التهاب شش خبرها نشر می شوند و ما حتما برای پوره کردن رخصت کار خود را ادامه خواهیم داد. یعنی این آخری کار نیست. بله، کامرز گفتید که مقامات نام و نسب قربانیان را آشکار نمی‌کند. آیا بار به آنها مراجعه شده است یا نه؟ از آغاز پاندمی کووید 19 تا این دم برای دقیق کردن آمار قربانیان و افشای نام و نسب آنها چند دفعه به وزارت تندرستی و نهادهای دیگر مراجعت شده است، اما اکثر نامه‌ها بی جواب ماندند یا که کامل نیستند. به هر حال در چند حالت مقامات بعضی از ناحیه‌های کشور خواسته یا ناخواسته نام بعضی از قربانیان را آشکار کردند و ما آنها را نیز در فهرست خود وارد کردیم. برای مثال در یکی از خبرهای وابسته به کمک مقامات به عائله‌های قربانیان بیماری در ولایت سوق نوشتند که دلارام نورمتوف ساکن جامعه نوکت ناحیه سپیتامین از بیماری التهاب شش یا پنیمونیا فوتیده است. یا که نمایندگان اداره تندرستی شهر پنجکند در پاسخ به نوشته رسانه‌ها نام و نسب 5 قربانی را با جزئیات بیماریشان نشر کردند، ولی این خیلی کم است. بله، ببین کامرس ظاهراً واکنش به صورت کووید 19 قانع کننده نبود و مقامات نیز آن را درک کرده و چند ماه پیش طوری میدونیم وزیر تندرستی برکنار شد. همین گونه چندین منصبداری بلندپایه ساحه تندرستی هم از وظیفه گرفته شدند. آیا بعد این وضعیت تغییر یافت یا نه؟ ظاهرا وضعیت تغییر نکرده است، چون در تاجیکستان مثل کشورهای دیگر نشست‌های هر روزه ستاد مبارزه با کووید 19 دایر نمی‌گردد و معلومات درباره وضع بیماری کرونا ویروس نو هنوز هم کافی نیست. از این رو تحقیقات ما ادامه می‌کند. با استفاده از این فرصت از بیننده‌ها می‌خواستم که اگر درباره قربانیان بیماری کرونا ویروس و التهاب شش معلومات دارند، خبر دارند، لطفاً با عکس‌های آنها به ما فرستند تا روی پره و تلفات از کرونا ویروس در تاجیکستان معلوم یا که روشن شود. بله، سپاس کیومرث برای صحبت. بینندگان عزیز، یادرس میشوم که روی خط را میتوانید روز چهارشنبه در سامانه ما ببینید و طوری کیومرث گفت برای پوره شدنش شما هم میتوانید به رادیو آزادی یاری کنید.